30 июли соли 2025 طبق نقشه تشکیل و گذراندن نشست مطبوعاتی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی اوید به جنبست نیم ساله اول سال 2025 که مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان از 4 مارس سال 2025 تصدیق شده است، در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان با دایره وسیع خبرنگاران نشست مطبوعاتی دایر گردید. ستارزاده باباجان عبدالجبار رектор دانشگاه سرآغاز اهل نشست را به این درگاه علم و معرفت خیر مقدم گفته پیرامون سمت‌های فعالیت، دستاوردها، استراتژی رشد دانشگاه و سطح و صفت تحصیلات مختصر گزارش داد. باباجان ستارزاده در گزارش خود مختصر ذکر نمود که مؤسسه تعلیمی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان در نیم ساله اول سال 2025 جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان ضمن ملاقات با کارمندان ساحه معارف و اهل ایجاد مملکت فعالیت خود را به راه مانده در سمت تعلیم، فعالیت علمی و اینواسیونی، رابطه‌های بین‌المللی، کارهای تشکیلی و تربیوی، مأموری و خواجگی و توسعه بزم مادی و تکنیکی به یک قطار دستاوردهای نظررس نایل گردید که نفوذ و اعتبار مؤسسه را باز یک قدم به سوی آینده درخشان نزدیک می‌نماید. در ادامه نشست رکتور مؤسسه قید کرد که دانشگاه از جانب اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای 5 سال آینده صاحب شهادتنامه درباره اکریدیتاسیون دولتی گردید. همزمان تهیه و تصدیق استراتژی رشد دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 قبول گردید. اینچنین سال جاری 82 نفر دانشجوی دانشگاه سزاوار دیپلم اعلی گردیده بیشتری آنها به جای کار دائمی تامین شدند. دانشگاه در طول سالهای اخیر در بین مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مقام افتخاری جای چهارم را استوار نگاه داشت. وابسته به طلبات زمان و مکتوب ارسال نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در دانشگاه 6 اختصاص نوی مطابق به طلبات خدمت‌رسانی شهری برای سالهای تحصیلی 2025-2026 تشکیل یافت. با مقصد مستحکم نمودن زمینه مادی و تکنیکی دانشگاه نصب 30 تخته الکترونی سنسورهای معاصر، 25 ملابلاک زمانوی، 25 پرینتری بسیار فونکسیونالی، 110 کامراهای نظارتی ثبت کننده سیما و صدا و 4 عدد ویدیو رگیستراتورها همچون واسطه‌های تکنیکی تعلیم خریداری گردید. ستارزاده باباجان در ادامه صحبت قید نمود که سالهای اخیر به صفت تشکیل کننده آزمون جمهوری بهترین داننده کدکس انداز جمهوری تاجیکستان میان دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی اعتراف گردیدن دانشگاه باعث افتخار و سرفرازی است. سال جاری در دانشگاه 5 نفر استادان رساله نامزدی و دکتری خود را دفاع نمودند. وابسته به سمت رابطه‌های بین‌المللی رکتور قید نمود که دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان با 6 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خارج کشور سازشنامه همکاری را به امضا رسانید. رسما به فعالیت پرداختن سامانه رسمی مجله پیام مالیه و اقتصادی دانشگاه با تجدید آغاز نمودن پارک تکنولوژی دانشگاه در اساس شرطنامه دو طرفه بین دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان و کالج کسبی لینی جمهوری خلقی خطای و در مرحله اول با مبلغ 1.5 میلیون سومانی وارد کرده شدن تجهیزات و لوازمات کاری از معلومات‌های مهم خوشخبرهای نیم ساله اول سال 2025 بودند. در این راستا با پیشنهاد معلومات‌های بالا رکتور دانشگاه ستارزاده باباجان اظهار نمود که همراه با معاونان رکتور و مسئولین صحافی آماده است که به پرسش خبرنگاران پاسخ مکمل و واضح دهند. همین طور نشست مطبوعاتی در فضای تفاهم، دسترسی کامل به اطلاعات دقیق و با رعایت معیارهای اخلاقی ژورنالیستی صورت گرفت.